صحابه رضی الله تعالی عنهم یارای نبی صلی الله علیه و سلم شیرای درنده بودن. در روز هر کدامش نیزه داشت، شمشیر داشت، اسب داشت، توبره داشت، خورجین داشت. در سفر جهاد میبود و آدم میکشت. آدم کشتن این صفت مسلمان است. مسلمان باید کافر بکشد، به خاطر که در برابر کافر باید سخت باشد. این که در برابر کافر سخت نیست، این که توان آدم کشتن نداره، از این مسلمان چیز جور نمیشه. ساق اسلام به این تو مسلمان استاد نمیشه. این خوب شبیه با اون دعای هندستان است که گنجشک نمیکشن میگه والا این گناه داره، مرغ هم نمیکشن میگه گناه داره. این قسم اون دعا در این رخه پیدا شده بود، میگفتن گیاهخواره. حالی هم هست، کتابایشونه. سوزی بخورید، سوزی شفتل بخورید، رشقه بخورید. چی ضرورت است که مرغا رو